اردن، پایتختش عمان. اردن یکی از کشورهای آسیای غربی به حساب می رود که سال 1946 استقلالیت خیش را از بریتانیای کبیر به دست آورده است. مساحتش 89.3 کیلومتر، اهالیش زیاده از 11 میلیون نفر. در خشکی 5 همسایه دارد. 26 کیلومتر مرز آبی دارد و خلاص. اردن با کشورهای عربستان سعودی، با امارات متحده عرب، چین، امریکا و دیگر کشورها روابط خوب تجارتی دارد.